عزیزی که مخالفت میکنی با این برنامه از خدا بترسه. حالا چه عالمی، چه تاجری، چه امام مسجدی، چه هر کاری که هستی، دشمن خوشحال نکن، از خدا بترس. تو که از این مراتب خدایی انتقاد میکنی، از خدا انتقاد میکنی. تو که نمیگذاری مسلمان ها جون بگیرن، نمیشه که نامت مسلمان گذاشت. آیا مسلمانی باشه که رو به قبله بیسته 5 وقت مخالف با برنامه خدا و رسول خدا باشه؟ فردای قیامت چه جواب داری؟ وقتی کفن از تنت میفته و لخت مادرزار در صحرای محشر از قبر بلند میشی، هیچ پارچی و لباسی بر تن نیست، لخت مادرزار.